سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ساندویچ قارچ و مرغ که بریم و درستش کنیم. خیلی راحت. اول کمی روغن کف تابمو میریزیم، پیازای خرد شدمونو بهش اضافه میکنیم. این ساندویچ خوشمزه نیاز داره به پیاز خرد شده، فلفل دلمه رنگی، قارچ، مرغ خرد شده، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه، پودر سیر، سس کچاپ و یه قاشق سس مایونز. خب پیازمون که مقداری سبک شد بهش ادویه‌هامون رو اضافه میکنیم. مقداری زردچوبه، فلفل سیاه، کمی پودر سیر، و مرغامون رو بهش اضافه میکنیم. مرغمون که مقداری با ادویه تفت دادیم درشو میذاریم تا مقداری مرغمون بپزه. مرغمون که پخته شد، کمی پخته شد، بهش یه قاشق سس کچاپ و یه قاشق سس مایونز اضافه میکنیم و مقداری نمک. این مرحله فلفل دلمه های نگینیمون رو بهش اضافه میکنیم. فلفل دلمه رنگی استفاده کنیم، خیلی خوش رنگ و خوش طعمش میکنیم. همین مواد رو هم مخلوط میکنیم. این مرحله قارچمون هم بهش اضافه کنیم. خب توی این مرحله قارچمون که اضافه کردیم همه مواد رو هم مخلوط میکنیم. و تمام موادمون که پخته شد مقداری بهش پنیر موزارلا و پنیر چدار روی مواد میریزیم. درشو میبندیم تا وقتی پنیرامون آب بشه و غذای خوشمزه ما آماده است.